سلام، اینجا استودیوی یقین است و من مجیب سلطانی هستم با رویدادهای خوب یک هفته اخیر. امروز پنجشنبه 24 سنبوله سال 1401 هجری شمسی که مطابق می شود با 15 سپتامبر سال 2022 میلادی. سفر قلندر عباد وزیر صحت عامه به کشور ایران. این سفر پر دستاورد خوانده شده و در بخش‌های متفاوت صحی قراردادهای نیز امضا شده است. گزارشی از همکار ما عبدالحمید پوپلزی. قلندر عباد وزیر صحت عامه امارات اسلامی افغانستان در یک نشست خبری با تشریح دستاوردهای سفرش به ایران گفت در این سفر در بخش‌های ظرفیت سازی، کارمندان بهداشتی، نوین سازی بانک‌های خون، بالا بردن ظرفیت‌ها در بخش پیوند اعضای بدن و همچنین تسهیل روادید درمانی با ایران توافق‌های صورت گرفته است. وی در ادامه ارتقای ظرفیت کادر درمان را یک امر ضروری خوانده و افزود از مراکز آموزشی پزشکی در ایران دیده نموده و مسئولان بهداشتی این کشور تعهد کردند که پزشکان افغان را در راستای جذب آنها در بخش‌های تخصص، فوق تخصص و دیگر برنامه‌های آموزشی همکاری می‌کنند. عباد اضافه کرد ایران با ما در بخش‌های مختلف به توافق رسیده است. از این میان وصل مراکز بهداشتی افغانستان با کتابخانه آنلاین پزشکی، بالا بردن ظرفیت در بخش جراحی قلب و کنترل سرطان است. شوکت میرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان و رئیس دوره‌ای سازمان همکاری‌های شانگهای در آستانه نشست سران این سازمان در سمرقند تصریح کرده است که افغانستان بخش جدایی ناپذیر سازمان همکاری‌های شانگهای است. گزارش از همکارمان نبی بگزاد در این رابطه. نشست سران سازمان همکاری شانگهای با شعار گفتگو و همکاری در جهان به هم پیوسته قرار است پنجشنبه و جمعه این هفته به میزبانی ازبکستان و با حضور سران اعضای این سازمان در سمرقند برگزار شود. سازمان همکاری شانگهای سازمان میان دولتی است که برای همکاری‌های چندجانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی تشکیل شده است. این سازمان در سال 2001 توسط رهبران چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان با هدف برقرار کردن موازنه در برابر نفوذ آمریکا و ناتو در منطقه پایه‌گذاری شد. چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، پاکستان، هند و ایران اعضای سازمان همکاری شانگهای هستند و کشورهای افغانستان، بلاروس و مغولستان نیز اعضای ناظر آن هستند. رسانه‌های ازبکستان اعلام کردند به دستور شوکت میرزیایوف رئیس جمهور این کشور یک محموله 58 تنی مواد غذایی برای کمک به مردم افغانستان ارسال شده است. بر اساس گزارش‌ها کمک‌های بشردوستانه ازبکستان از مسیر گذرگاه مرزی حیرتان به ولایت بلخ در شمال افغانستان تحویل داده شده است. بیش از این نیز رسانه‌ها در ازبکستان اعلام کردند بیش از 1000 تن کمک بشردوستانه شامل غذا، دارو و اقلام ضروری این کشور به افغانستان ارسال شده است. توافق مقامات امارات اسلامی افغانستان با یک شرکت هوایی اماراتی هدف این قرارداد توسعه خدمات هوایی در افغانستان گفته شده است. مقامات امارات اسلامی افغانستان با یک شرکت اماراتی به منظور توسعه خدمات هوایی در افغانستان قرارداد امضا کردند. به نقل از گزارش BBC دولت امارات اسلامی افغانستان قراردادی را با یک شرکت اماراتی برای توسعه تسهیلات هوایی به ویژه فرودگاه بین المللی کابل امضا کرد. این بود سرویس خبری یک هفته اخیر که تقدیمتان شد. برای تماشای ویدیوهای بیشتر ما را در صفحات مجازی با نام یقین میدیا دنبال کنید. بقیه ایامتان کامگار.